سلام دکتر، امیدوارم حالتون خوب باشه. سلام عرض می‌کنم خدمت شما. خیلی ممنون. امیدوارم شما هم خوب باشید. همینطور بینندگانی که دارن ما رو مشاهده میکنن امیدوارم از این برنامه استفاده کنن. دکتر، جلسه قبل راجع به کلیت بازارهای مالی صحبتی داشتیم. اگه موافق باشین امروز یه ذره جزئی تر این موارد رو بررسی بکنیم. چرا ما باید بازارهای مالی رو اساساً بشناسیم؟ اهمیت شناختشون تو چیه؟ درسته. ببینید برای اینکه بیایم راجع به اهمیتش صحبت کنیم، بیایم اول ببینیم افرادی که دارن تو جامعه زندگی میکنن محل درآمدشون کجاست. محل درآمد افراد از کاری است که انجام میدن، اما خیلی از افراد میتونن در کنار کاری که انجام میدن وارد بازارهای مالی هم بشن و از اونجا درآمد خوب داشته باشن. به ویژه افراد ایرانی که ما الان به خاطر بحث تورمی ارزش ریالمون کم شده، افراد میتونن وارد بازار مالی بشن. حالا این بازار مالی میتونه داخلی باشه مثل بازار سهام یا بازار خارجی بشن و درآمد رو به صورت دلاری کسب کنن، البته به شرط اینکه تو این بازار کنترل خوبی رو خودشون داشته باشن و ریسک پذیری مناسبی داشته باشن. پس اهمیت بازار مالی اینه که به شما این قابلیت رو میده که درآمدتون افزایش پیدا کنه، سودآوری داشته باشید و همینطور این که اگر تو بازارهای مالی آشنا بشید میتونید راجع به شرکت‌ها، کارخونه‌ها، مجموعه مختلف، حتی ارزهای دیجیتال تصمیم درست بگیرید و سرمایه‌گذاری مفیدتری انجام بدید. یعنی اگر با بازار آشنا باشید میتونید برای خودتون در نظر بگیرید که من رو چه ارزی، رو چه کارخونه‌ای متناسب با وضعیت درآمدیش، متناسب با نوع پروژه‌ای که داره انجام میده یا بحث فاندامنتال وارد چه ارز یا کارخونه بشم و بیام اونجا سرمایه‌گذاری کنم و به امید اینکه تو آینده درآمد خیلی بهتری کسب کنم. دکتر، با توجه به شناختی که ما از این بازارهای مالی پیدا می‌کنیم، چطوری میتونیم با اون شناختی که پیدا می‌کنیم اجتناب کنیم از ریسک پذیری؟ این ریسکمون رو کاهش بدیم در واقع. دقیقاً جمله دومتون درست‌تره، چون اجتناب که نمیشه کرد. همیشه تو هر بازاری، تو هر کار ریسک وجود داره و اصلا شما نمیتونید در نظر بگیرید که ریسک رو من به صفر برسونم. همیشه هر کاری انجام میدید ریسک داره، به ویژه تو بازار مالی که ریسک بسیار بالاست. به ویژه اینکه شما بیاید وارد معاملات اهرمی بشید و اونجا خب ریسک معاملاتتون به شدت بالا میبرید. تنها راهی که میشه این کار انجام داد در واقع شاید بشه تو 3 تا بحث خلاصش کرد. اول آموزش دیدن، یعنی شما بلد باشید که بازار رو چجوری تحلیل کنید، چجوری چارت قیمت رو بخونید، بدونید کجا وارد شید، کجا خارج شید. نکته دوم بحث مدیریت سرمایه است. بدونید اگر میخواید وارد این بازار بشید باید حتما مدیریت سرمایه بلد باشید. یعنی اینکه نه اینکه با تمام سرمایه‌تون وارد بازار بشید، با بخشی از سرمایه وارد بشید که اگر ضرر کردید ضررتون قابل جبران باشه. و این قضیه دقیقاً تو بحث مدیریت سرمایه است. افراد اگر دانش نداشته باشن ممکنه کل پولشون رو از دست بدن، حالا این پول کم یا زیاد میتونه باشه. پس تو مدیریت سرمایه کاملا باید تسلط داشته باشید برای اینکه بتونید ریسک معاملاتتون رو بیارید کم بکنید. دکتر، یه سوالی که خیلی ذهن مخاطب رو درگیر میکنه، حالا شاید ذهن خودمون رو هم خیلی درگیر داشته باشیم باهاش، اینه که چطوری تو این بازار به شفافیت برسیم، چطوری بهش اعتماد بکنیم. ببینید شفافیت و اعتماد اصلا کلا بازارهای مالی بهشون میگن بازارهای شیشه‌ای، چون شما کلا توی یک محیط شفاف دارید کار میکنین و هر خریدی که شما انجام میدید منزله فروش یک نفر دیگه است. اما اگر منظورتون این باشه که من بدونم مثلا برم رو چه ارزی بیام سرمایه گذاری کنم، بدونم برم سهام کدوم کارخونه رو بخرم، بدونم آیا رو ارزی که دارم میرم کار میکنم ارز مطمئنی هست، سرم کلا نمیره، این ارز صفر نمیشه، اون از بین نمیره. این برمیگرده به اینکه شما اون بروکر یا اون کارگزاری یا اون صرافی که دارید باهاش کار میکنید صرافی مطمئنی باشه. مثلا شما اگر با بروکر مطمئن کار نکنید توی بازار مثلا مثل فارکس یا بازارهای دیگه، واسه بازار کامودیتی ممکنه پولتون از بین بره و هر دلیلی اون صرافی پول شما رو از بین بره. یا اگر با در واقع صرافی معتبر کار نکنید تو حوزه ارز دیجیتال ممکنه پول شما از بین بره. یا اگر با کارگزاری معتبری تو بازار مثلا سهام خودمون کار نکنید ممکنه اون کارگزاری سیستم در واقع معاملاتیش دچار مشکل بشه و شما به موقع نتونید خرید و فروش کنید و ضرر سنگین بکنید. خیلی ممنونم، مرسی. به نظر شما دکتر این آموزش هایی که ما میتونیم در کنار شما داشته باشیم اونقدر کاربردی هست که بتونیم وارد بازار بشیم یا بهتر بریم دانشگاه؟ یا ببینید این مفاهیم رو خیلی تو دانشگاه تدریس نمی‌کنن. چیزی که اصلا تو دانشگاه تدریس میشه حوزه
فاندامنتال، یعنی اینکه مثلا شما بتونید صورت مالی های شرکت رو بخونید، درک کنید، سود و زیانش رو تشخیص بدید. اما اگر میخواید از نوسانات بازار استفاده کنید، این رو تو دانشگاه شما تدریس نمی‌کنن. و کاری که ما انجام میدیم، سعی میکنیم به افراد یاد بدیم چگونه چارت های قیمتی رو تو بازار بخونن، مستقل از اینکه چارت چه چیزی باشه، میخواد ارز باشه، میخواد سهام باشه، میخواد کامودیتی باشه، هر چی که باشه. سعی میکنیم نحوه خوندن چارت و پیش بینی کردن آینده رو به دوستان یاد بدیم در حد دانش خودمون و تجربه‌ای که در واقع تو سالها جمع شده. به هر حال فکر میکنم اگر دوستان تمایل داشته باشن که تو این بازار فعالیت کنن، آموزش‌ها ما میتونه به کارشون بیاد و ازش استفاده کنن و نسبت به بازار واکنش و عکس‌العمل بهتری رو در واقع داشته باشن. ممنون از شما که ما رو همراهی کردین. لایک، کامنت یا هر سوال، پیشنهاد، انتقاد، هر چیزی داشتین میتونید با ما در میون بذارین. برای آموزش‌های بیشتر سابسکرایب کنید. مرسی.